کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 2 سپتامبر سال 2022 تقریبا ساعت 13:00 دقیقه یک نورس 14 ساله ساکن دوشنبه هنگام آببازی در کانال کلان ایسار که آببازی در این کانال قطعاً من میباشد غرق شده است. برای جستجوی جسد نورس جوانمرگ نجات بخشان از ریاست اولتای فوق‌العاده شهر دوشنبه جلب شده بودند و روز 11 سپتامبر جسد را 15 متر پایین‌تر از جای غرق شدن نورس پیدا کرده به مقامات حفظ حقوق سپردند. بنا به آمار کمیته اولتای فوق‌العاده طی 7 ماه سال 2022 در کل دریا و کانال های تاجیکستان الکی 123 نفر از جمله 64 نابالغ سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. کمیته اولتای فوق‌العاده همچنین خبر داد که روز 11 سپتامبر سال 2022 تخمیناً ساعت 18:20 دقیقه در تپه های واقع در اطراف دهه اقطاق نویه شامنصور پایتخت سوختار به عمل آمده است. کارمندان خدمات سوختارنشانی وزارت کارهای داخله و نجات بخشان از ریاست اولتای فوق‌العاده شهر دوشنبه برای فرو نشاندن این سوختار سفربر شده توانستند تا ساعت 20:20 دقیقه آتش را پوره خاموش کنند. میدان سوختار 1 هکتار را تشکیل داده است. خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. کمیته اولتای فوق‌العاده در پی این حادثه از ساکنان خواسته است که تمام قاعده های ضد سوختار را رعایت و منزل و مال و ملک و حیات خود را از آتش احتیاط کنند.